فروشی یا همون کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل یکی از کوچه های قدیمی زیبا و تاریخی شهر کابل دیگه به حساب میاد. سلو این طرف بریم دوستان ببینیم که چی هست و چی نیست. یکی از دوست بریم که چی هست و چی نیست. این هم چیزای قدیمی شهر نو دوستا در تصویر بیننده هستیم. این کوچه دوستان عزیز از جمله کوچه های قدیمی و تاریخی شهر کابل است از کل افغانستان که نماینگر فرهنگ اصیل افغانی در افغانستان می باشه. مثل از این کوچه دوستان عزیز ما زیاد جایها داریم، بسیار جاها داریم در هر ولایت، نه تنها کابل اما در کابل باز است. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتان به خوبی، خوشی و آرامی سپری شد. دوستان نهایت گرامی و عزیز، امروز رفتم بعد از وقتا بریم طرف کوچه مرغ فروشی یا همون کوچه انتیک فروشی شهر نو کابل یکی از کوچه های قدیمی زیبا و تاریخی شهر کابل دیگه به حساب میاد. سلو این طرف بریم دوستان ببینیم که چی هست و چی نیست. یکی از دوستان ما خواستاری شده بودن که کوچه شابو جان همچنان یک بار بریم. دوستان عزیز منتظر ویدیو از هم باشین، حتما در کانال در همی شب روز نشر میشه. شابو جان هم دوستان عزیز نام یک مسجد است در اصل در همه کوچه پشت سر شهر نو که راهش از این طرف کوچه مرغ فروشی هست دیگه. میریم تو دوستان عزیز پیش سلو هم از کوچه مرغ فروشی و هم انتیک فروشی شهر نو دیدن داشته باشیم. این چیزا چیزکای انتیک شهر نو است دوستان. این کوچه انتیک فروشی هست. ببینید دوستا کل نقره و همین چیزا هست و اگر به این طرف دوستان عزیز چیزای تاریخی شهر کابل در تصویر میبینین. گروپای دکان ها هم بلک داره. این چیزای تاریخی از دوستان عزیز مثلا پوستین ها هست، ریترشی ها هست و بسیار چیزا دوستان عزیز در این بخش میتونین به اینو خرید کنین. کالا و لباس های گند افغانی هست، کالای قدیمی افغانی هست، کلاها و امثال از این بسیار چیزا هست. دوستان عزیز یعنی کوچه شابو جان بیبی حلیمه از کوچه اولش هست که ببخشید کوچه شمیجه هست. این دیگه در تصویر میبینین اینجاست این کوچه هست که انشالله از دوست دوباره بیاییم و داخل کوچه بریم که چی هست و چی نیست. این هم چیزای قدیمی شهر نو دوستا در تصویر بیننده هستیم. زیادتر دوستان عزیز ماتیک فروشی هست و مثل از این چیزا هست زیاد. این کوچه دوستان عزیز هر توریست که میایه یا مردم های خارجی چی افغانی باشه چی خارجی از این کوچه حتما یک بار دیدن میکنن و بعدم میرن. این کوچه دوستان عزیز در اصل کوچه مترو نیست، در همه جای عزیز پیاده آدم رفتن میتونن، اما یکان دارن مترو میان پارک میکنن و استاد میکنن. این کوچه آخرش بند است. طرف شهر نو که شما بین کوچه بند است که کدام وقت نبین که باز بند بانین، به خاطر تمام از این کوچه پیاده رو حساب میشه.
البته کوچه بیربار هم از دوستان عزیز باز خصوصا کسایی که میایین از طرف شار نو و از طرف شار نو میرن طرف شار، کلا از این کوچه استفاده میکنن. به این طرف دوستان چیزای قدیمی رو براتون نشان بدم. ببینید مثل از این دوستان این مغازه ها از داخل از این سرای ها، این سنگ های قیمتی که در این طرف بود، خب دوستان کشتر با مردم است و باید استاد نشیم که راه بند میشه. این مغازه هاست دوستان عزیز. اینجا دوستان عزیز طلا فروشی نیست، نقره فروشی هست و ماتیک فروشی. بعد این چیزای قدیمی البته طلا هم پیدا میشه، اما اصلش همون ماتیک و همون چیزای قدیمی هست در کل. این طرف هم ببینین دوستا چیزای قدیمی ده. کم شده چیزای دوستان عزیز. یک چند روز پیش یا در اون یک کمک وقت پیش بسیار زیاد چیزا داشت جری بخش، اما حالا زیادش نیستن. دوستای سرک در نهایت به طرف صدارت کابل میبره که مقام ولایت کابل هم در اموجه موقعیت داره و این کوچه دوستان عزیز از جمله کوچه های قدیمی و تاریخی شهر کابل است از کل افغانستان که نماینگر فرهنگ اصیل افغانی در افغانستان می باشه. مثل از این کوچه دوستان عزیز ما زیاد جایها داریم، بسیار جاها داریم در هر ولایت، نه تنها کابل، اما در کابل باز اصیل ترین کوچهش اینجا هست. مرادخانی کابل هست، جای زیادتر است، اما این دوستان از یک از جاهایی است که از هر گوشه و کنار افغانستان چیزهای تاریخی را در خود نگاه میکنند و هنوز دوستان عزیز مردمان اصیل افغانی یا همون روی سفیدایی که از او دوران بسیار چیزا در یادشان است که ما نمیدانیم در این کوچه هستن و دکان دارن و این دیگه یکی از افتخارات این کوچه هست دوستان عزیز. زیادتر در دکانهای قدیمی دیگه دوستان عزیز شما مردمان جوان و بچه جوان ها رو پیدا نمیکنین، زیادتر مردمان محسن و روی سفید هستن که از تاریخ و از این چیزایی که میفروشن خبر دارن. مثلا این دکان ها اگر داخلش دیدین اینه دین یک زوم کنین براتون معلوم میشه. یک روی سفید اونجا نشسته بود. ما در رستورانت های بسیار کلاسیک و قدیمی هم دوستان عزیز در اینجا هست. گفتن همونه که همون کلب و پاچه، همون شوروا و همون لوبیا و چیزا رو بخواهیم سنگ های قیمتی و اصیل افغانی از کوه های همی افغانستان با وجود آمده. خب دوستان عزیز امیدوارم از ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو رو لایک کنین، در کانال هم چنل سابسکرایب کنین تا ویدیو بعدی همتون والله متعال پاک و بی‌نیاز می سپارم. روزگار خوب و خوشی داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همتون.